سروکامپانیا هم هیئتش رو خیلی پرقوت کرده است و دسته استقلال هم با دو هنرنمایی میکنند در میدان در پهلوی او رحمان علی شریفов رقم 6 رقم 7 شوکت رقم 13 دروازه‌بان احتیاطی سمرالدین شمسов رقم 8 عبدالقیوم عمرов 12 نیکروزیدیف رقم 20 و ایتی دسته سروکامپانیا دروازه‌بان رقم 22 سعیدی تورابیده رقم 18 امیر حسین اسماعیلی سرمربی دسته پیرو وحیدов و بازیگران احتیاطی رقم 1 دوست اونجا الچیبکov مدیری تیم مذکور میباشد. نماینده فدراسیون فوتبالی کشور هم امروز خب اینک رفتیم بیننده عزیز با تماشای یکی از بازی‌های مهم سال در آغاز موسم با عنوان قهرمانی در سوپر لیگای کشور دست یافت. امکانیت برای استقلال و حساب کشیده میشود. بیننده عزیز رستم حمیدов رستم جون احساساتی خیلی و خیلی بلند دارد. بیا توجه میکنیم پرتاب فیروزبک مرادov بسیار عالی شوکت حلیمov برای هنرنمایی کردن در تیم ملی. حالا امکانیت برای دسته سارا و اینجا فیروزبک مرادov 4 نفره که تجربه خیلی زیاد دارند. ادامه حمله دسته سارا ولی ضربه چندان خوب میشود که حالا یک امکانیت دیگر برای دسته استقلال فرصت هست. محمد جان شریفov و حساب 2-0 بیننده عزیز. محمد جان شریفov 2 تا به دروازه خود سر میدهند. آغاز بسیار بابرو ضربه اون قدس میدهند بازیگران دسته سارا و امکانیت برای تیم استقلال فرصت رو میبینیم اما دروازه‌بان دسته بر تیم سارا با حساب 3-2 غلبه کرد. ادامه حمله دسته سارا و فیروزبک مرادov اوسیو باید برگزار کرده شود ولی سر کرده از سال 2020 این مسابقه همیشه برگزار نمیشود و چگونه گل زیبا عبدالقیوم عمرov حساب 3-0 بیننده عزیز. حالا از شروع رقابتی بیا توجه میکنیم رستم حمیدov حرکت های از ناصر فیضلی سردارov یک ضربه دیگر از مسافه دور گذاری کنند بازیگران تیم سارا ولی ضربه فیضلی سردارov و از پهلوی دروازه نمیشد از یک بازی بهادر ولی مربیان خوبتر میدونن. حالا کامبیناسیا با اشتراک بازیگران سارا اما فوتزال گذاشته است. ادامه حمله دسته سارا و گل حساب 3-1 نبود ولی چگونه فیروزبک مرادov فریب خورد در این لحظه استقلال شد. حساب 3-1 و امکاناتی نوبتی برای سارا حساب 3-2 و ببینید که چگونه سمندر ریزامov حالا حساسیت بیا توجه میکنیم از اشتباه رحمان علی فیروزبک مرادov ضربه سختی و جانبی دروازه ضربه میزند و ضربه فیروزبک مرادov بسیار خطرناک میدان و توپ را با بازیگران دسته سارا سردارov اسماعیلov را میگذارد سردارov ضربه و گل حساب 3-3 دوستان ارجمند در آغاز باعث بر آن میشود که او حساب را برابر کند. دو بازیگر دسته استقلال مانع نشدند با فیضلی سردارov ریزامov ضربه سختی و فیروزبک مرادov پاسای کوتاه بازیگران دسته استقلال فرصت شوکت حلیمov و گل. ببینید چگونه کامبیناسیا بسیار عالی لحظه تکرار از آغاز ضربه بک مرادov بسیار عالی اکشن حمله دسته استقلال و فرصت بسیار خوب رستم حمیدov و کسی نیست حمله دسته استقلال نصرت شاه اسماعیلov ولی خوبتر به توپ نرسید و اینجا ضربه فیضلی سردارov ضربه و اما ضربهش این دفعه خطرناک نبود برای بک مرادov با ضربه های بازیگری دسته سارا هنرنمای بسیار خوبی سلامov و ضربه دلشوی خیلی زیاد زدن به دروازه حریفان و حالا امکانات برای دسته استقلال اما نه و اینجا از فرصت هم استفاده بردن نمیتواند سمندر ریزامov در حمله دسته سارا رو میبینیم و باز هم ادریسیارov حالا کم باقی میماند و امکانیت خوب اما ضربه جانبی دروازه نمیرود و وقت به انجام میرسد دوستان ارجمند. استقلال اولین بار برنده سوپر جام تاجیکستان نایب به فوتزال میشود. بازی مثالا بود یعنی بازی برای به دست آوردن ابرجام کشور یا سوپر جام تاجیکستان میانی قهرمانی
мавсими гузашта ва барандаи Истиқлол имрӯз дар варзишгоҳ дар майдон ҳастанд ва аз фурсат истифода бурда дастаи Истиқлолро ба даст овардани суперҷоми кишвар оид ба футзал табрик мекунем ва ҳафтаи оянда ҳатман рақобатҳои суперлигаи кишварро мунтазир мешавем ва умедвор ҳастем ки мавсими имсолаи рақобатҳои футзали кишварамон боз ҳам хубтару беҳтар сипарӣ мешавад ва дар сатҳи баланд баргузор мешавад, зеро имсол 9 даста